سلام علیکم اکا اسکندر و گروه انگور و بخ به همه سلام. یک باغی بادام بود از عجایب باغی خوشرو. این حاصل نوکیه بینه تمام شاخاش خم. عجایب عجایب. اینه بینه همه شاخو خم از همیقه کردگی. اینه بینه اینه بینه اینه میدونم آفتاب به چه خیلی میتواد اما عجایب. اینه شد است الکه قریب پخت است. اینجا حاضر 55 گرادوس گرم. شهر اورفه ترکیه. این حاصل نوکه بینه همش یخه. اینه بینه الکه شد است قریب پخت است. این طرف های سویش نشان دیم. اینه بینه عجایب. همه چه خیلی زردولی مو می اندازد همه خی کرده است. اکا اسکندر اینه بینه اینه بینه اینجا همش فرگنس و فرندویل بوده است. این قدر باقی کلان همش همه خیلی. من به فکرم تیز گذرانده استادیم. شما با این پروفسیونال نیستم ده که اسکندر. این میده بدناش به من انداختگی عجایب. این فرگنس فرندویل عجایب چیز بوده است که اینا چیه خودشون هم کلان کلان مغزشون هم کلان کلان بازارگیر و نام دارن در دنیا. از بازارو به نام سودا میشه. این باغ ببینید آخرش نمینه باشه. شاید 100 گکتار باشه 150 گکتار باشه. نه اون طرفش مینمو نه این طرفش. Çünkü daha bizim büyük bahçenin içine ıslık ağaçları.